شیرزن مادر، هزاران جان به کف دختر، یکی خواهر یکی همسر، به میدان خیابان در کشیده روسری از سر، بسوزاند چو خاکستر، برقصد دود آن پاکوب تا سر. هزاران کاوه آهنگر زدن از استخوان سنگر، یکی رستم یکی آرش، به دل عشق و به جان آتش. بزن شیپور آزادی، بخوان با نغمه شادی، بگو فریاد کن بزن شیپور آزادی، بخوان با نغمه شادی، بگو فریاد کن. تشکر از آقای دکتر زنگی. خواستم خواهش کنم از آقای رضالور تشریف بیارن. ایشون از گروه آشنای ایران هستن، مجلسی‌هایی رو توی تورنتو ارگانایز کردن، راجع به تجربیاتشون و برنامه‌ریزیشون صحبت کنن. خب در مورد تجمعاتی که ما میتونیم در خارج از ایران برگزار کنیم، اون رو به 3 قسمت اصلی تقسیم کرد. یکی مراحل برنامه‌ریزی هستش، یکی اهمیت تظاهرات خارج از ایران که چرا ما باید اصلا این تظاهرات رو برگزار بکنیم، و یکم چالش‌هایش هست که ما باهاش میتونیم روبرو بشیم. خب مرحله اول که مربوط میشه به برنامه‌ریزی، در قدم اول ما باید ببینیم که هدف ما از برگزاری تجمعات چی هست. خب وقتی ما بدونیم هدفمون چیه، طبیعتاً بهتر میتونیم تصمیم بگیریم که مکانش به چه صورت خواهد بود، کجا بزنیم محل تجمعات رو یا راهپیمایی رو تا به اون هدفمون بهتر برسیم. و خب یکی از هدف‌ها میتونه این باشه که آیا چیزی هست که ما با راهپیمایی میتونیم بهش بهتر دست پیدا کنیم یا با یک تجمع. و موضوع بعدی دسترسی اون هست. بالاخره وقتی ما می‌خوایم جمعیت زیادی رو جمع کنیم در محلی، خب مهم است که مردم زیادی بتونن به اونجا دسترسی داشته باشن، حالا یا وسیله خودروی شخصیشونه یا وسیله حمل نقل عمومیشون. خب برای اینکه این کار انجام بشه، در قدم اول ما باید با شهرداری و پلیس هر منطقه هماهنگی لازم انجام بدیم که باز منطقه به منطقه، شهر به شهر قانوناش فرق میکنه، سیاستاشون فرق میکنه، بعضی آسان‌تر میگیرن، بعضی سخت‌تر میگیرن. مورد بعدی در نظر گرفتن دما و شرایط جویه. وقتی ما تو تابستون داریم برنامه در برنامه‌ریزی می‌کنیم، طبیعتاً راحت‌تر است از نظر زمان برنامه تا وقتی که ما داریم تو زمستون پاییز این کار انجام میدیم، ممکنه برف هست، بارون باشه و خب نگه داشتن مردم و جمع کردن مردم توی اون شرایط جوی یا به دلیل دمای هوا سخت‌تر باشه. مورد بعدی طول مسیر راهپیمایی هستش. خب وقتی ما می‌خوایم مسیر راهپیمایی رو انتخاب کنیم، بعد ببینیم که چقدر زمان میبره از نقطه شروع تا نقطه پایان. افرادی هستن که ممکنه نتونن مسافت طولانی رو طی بکنن یا بالاخره باز همون شرایط جوی که اشاره شد بهش میتونه تاثیرگذار باشه توی انتخاب مسیر و طول مسیری که باید طی بشه برای رسیدن به نقطه پایانی. مورد بعدی وقتی که داریم به محل برگزاری فکر می‌کنیم اینه که آیا باید اون رو در نزدیکی منطقه ایرانی نشین انتخاب بکنیم یا دور از اون که منطقه غیر ایرانی نشین و مخاطب غیر ایرانی ما رو میتونن برنامه رو ببینن و تجمع ما رو ببینن. خب این بستگی داره باز به اینکه ما به دنبال چه هدفی هستیم. گاهی یک ایونتی هست، یه رویدادی هست که ما می‌خوایم صرفاً دهن‌کجی کرده باشیم به جمهوری اسلامی. خب اونجا باید تمرکزمون رو بذاریم روی منطقه‌ای که به ایرانی‌ها نزدیک‌تره، که بگیم راغب‌تر میتونن باشن که بیان شرکت بکنن. یه وقت هست یک موضوعی پیش اومده، یک رویدادی داخل ایران داره اتفاق میفته که ما می‌خوایم توجه جامعه غیر ایرانی رو جلب کنیم به اون موضوع. میتونه اعدام‌ها باشه، میتونه مسئله که تو دانشگاه تهران اتفاق افتاد باشه، میتونه زندان اوین باشه. خب در اون صورت ما باید منطقه‌ای رو انتخاب کنیم که جامعه غیر ایرانی توش حضور بیشتری داره.
و خب باز اینکه چطور میتونیم اون جامعه غیر ایرانی رو درگیر این مسئله بکنیم چیزی است که جلوتر بهش اشاره میشه. در این بین بعد در نظرم گرفت خب بالاخره تو هر شهر گروه‌های مختلفی هستن، فعالیت مختلفی هستن که میخوان فعالیت داشته باشن. باید توجه داشت مانیتور کرد که آیا تجمع دیگه‌ای در اون لحظه داره اتفاق میفته یا نه صرفا ایرانی، که بالاخره ایونت‌های دیگه‌ای هست، رویدادهای دیگه‌ای هست در طول اون تاریخ میتونه در جای شهر در حال اتفاق باشه. مثالی که میتونم بزنم، یک تجمعی داشتیم ما توی ژانویه امسال بود اگر اشتباه نکنم، راهپیمایی داشتیم و بعد از شروع راهپیمایی به مقصد که می‌رسیدیم اوکراینی‌ها هم اونجا تجمعی دارن. خب از قبل باشون تماس گرفتیم، صحبت کردیم و بحث این موضوع رو پیش آوردیم که ما یک دشمن مشترک داریم، اونم جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی IRGC، سپاه داره به روسیه تحویل میده. خب پس دشمن مشترک ما یکی، خب پس جنبه دید بهتری داره اگر همون یک چیز رو فریاد بزنیم. همزمان هم شده بود اتفاقا اون موضوع با پتیشنی که در حال امضا جمع شدن براش بود که بره تو پارلمان کانادا ارائه بشه و سپاه بره توی لیست گروه تروریستی. خب این کمک می‌کرد به جمع کردن امضاهای بیشتر برای اون موضوع. بعد از اون میرسیم به هماهنگی با داوطلبین، آموزششون و دعوت از مهمان‌ها. خب بالاخره یه سری داوطلب ما داریم که توی هر برنامه بودن و میدونن روتینشون شده. یه سری داوطلب‌ها هستن که جدید هستن، اونها باید آموزش داده بشن. آموزش نه از این بابت که خب چی کار باید لزوما بکنن، باید آموزش دیده بشن که منتظر چه چیزهایی باشن. بالاخره گاهی هست که درگیری به وجود میاد. ما 44 سال دیکتاتوری تجربه کردیم، گاهن نمیتونیم متاسفانه نظر مخالف خودمون رو تحمل کنیم. باید به اونها آموزش داده بشه که اگر شخصی به شما اومده، گروهی با پرچم اومده بود که مورد تایید شما بود، اینجا نمیشه درگیری رو ایجاد کرد. بالاخره ماها هممون تفاوت‌های فکری داریم، تفاوت‌های در ایدئولوژی داریم، ولی دشمن اصلیمون جمهوری اسلامی. خب پس باید این رو آموزش داد از طریق داوطلبین که اون رو به مردم منتقل کنن که آرامش خودشون رو در طول برنامه حفظ کنن. حالا موارد مختلفی میتونه باشه. مورد بعدی دعوت از مهمانایی که توی برنامه شرکت میکنن. بالاخره توی هر برنامه شما یه سری شعار میدین، یه سری موزیک پخش میکنین و سری مهمان دارین. خب بنا به اتفاقاتی که در اون لحظه در اون برهه زمانی توی ایران داره میفته، مهمه که مهمانانی داشته باشین که بتونن در اون زمینه صحبت کنن. خب ترجیحاً هر چه مهمانان هم گاهن شناخته شده باشن، میتونه مردم رو ترغیب بکنه برای اینکه حضور بیشتری داشته باشن، مشارکت بیشتری داشته باشن در طول برنامه‌شون. مورد بعدی اطلاع رسانی در مورد نحوه اجرای برنامه با خود مردمیه که قراره توی تظاهر شرکت بکنن. خب قریه 100 200 بیان، یکی لوکیشن رو خب باید بدونن، اینا یه چیز طبیعیه که توی پوسترها و بروشورها ما منتقل می‌کنیم. ولی جدا از اون گاهی هست، به عنوان مثال میگم، برگزاری تظاهرات هزینه سنگینی داره. جدا از هزینه زمانی که باید بذاریم که خب طبیعی هست، هزینه مالی هم داره. تهیه یه سری سیستم صوتی از چیزهای از این دست. برای اینکه بتونیم یه مقدار بار این هزینه‌های مالی رو کم بکنیم، گاهی ما از تظاهر کننده‌ها توی اعلامیه‌هایی که قبل از تظاهرات می‌دادیم میگفتیم که خب این اتفاق افتاده، خوب هست که ما این بروشورها رو داشته باشیم، یا بروشورها با این پیغام باشن، بروشورها دستساز باشن، مخاطب غیر ایرانی توجه بیشتری بهشون میکنن تا چیزایی که چاپ شده با فونتی که شاید راحت هم خونده نشه یا خیلی تکست توش باشه. چیزایی هست که از این طریق میشه مردم رو مطلع کرد از قبل از برنامه و باعث بشه که اونا هم خودشون دخیل بدونن در اجرای برنامه، نه اینکه فقط اونجا بیان یک دو ساعت و کاری بکنن. این باعث میشه که ذهنشون هم درگیر مسائلی که داخل ایران داره میفته باقی بمونه. مورد بعدی که ما بعد از این مدت بهش پیگیری می‌کرد، به خصوص تو مواردی که راهپیمایی داشتیم، متاسفانه یا خوشبختانه جامعه ایرانی همیشه مقدار با تأخیر یه نیم ساعت یه رو دیر میرسه. وقتی که راهپیمایی داشتیم مثلا نیم ساعت یه ساعت از راهپیمایی گذشته ما محل ترک کردیم، بعد می‌مدن دایرکت می‌دادن تو سوشال مدیا که کجاییم، ما تازه رسیدیم اینجا. خب تصمیم گرفتیم که لایو لوکیشن بذاریم و یه لینکی بذاریم، بگیم از این طریق می‌تونید لایو لوکیشن ما دسترسی داشته باشید که برفرض دیر هم رسیدین ها به هر دلیل بتونید جمعیت رو پیدا بکنید. و به تجربه هم می‌دیدیم وقتی که به نقطه پایانی می‌رسیدیم جمعیت خیلی بیشتر شده بود نسبت به زمانی که ما شروع کردیم راهپیمایی رو. بعد از اون می‌رسیم به
اهمیت تظاهرات توی خارج از ایران. یه نکته رو من دوست دارم اینجا بهش اشاره بکنم، چون به خصوص در ماهای اخیر خیلی ما می‌بینیم که ماهایی که خارج از ایرانیم شدیم کاسه داغ‌تر از آش و یک جوری شده که انگار ماییم که داریم انقلاب رو انجام میدیم، ماییم که داریم دولت رو سرنگون می‌کنیم، نه مردمی که داخل ایران هست. خب این باور غلطیه به نظر من. حضور ما در خارج از ایران قطعاً مهم و تاثیرگذار هست، ولی کار اصلی و زحمت اصلی به دوش مردمی که داخل ایران هستند. کاری که ما اینجا میکنیم اینه که بازتاب صدای اونها باشیم، اکوی انقلاب در خارج از ایران باشیم. حالا به چه دلیل؟ در درجه اول فیلم میاد بیرون از تظاهرات ما، حالا در هر کجای دنیا که باشه مردم داخل ایران میبینن. این چیزی که ما شاهدش بودیم. حالا بعضیا خیلی وقت ایران نبودن، بعضیا تازگی از ایران خارج شدن. به شخص خودم من توی 88 دیدم، توی کوه دانشگاه دیدم، سال 96 دیدم که جمهوری اسلامی دستگاه پروپاگانداش سعی داره که بگه که دنیا به شما اهمیتی نمیده، شما ایزوله شدین اینجا و همینیه که هست، یعنی چیزی بیشتر از چیزی که ما داریم ارائه میکنیم در اختیارتون نخواهد. خب وقتی که فیلم هایی میاد که چند هزار نفر، چند 10,000 نفر خارج از ایران هر هفته دارن میان تظاهرات میکنن برای اتفاقاتی که داره توی ایران میفته، توی هر شرایط جوی، هممون حتما پیغام‌های از داخل ایران داشتیم که تشکر کردن و بهشون احساس همبستگی و امید داده که تنها نیستن، چیزی که جمهوری اسلامی سعی داشته بهشون بقبولونه. مورد بعدی بازتاب رسانه‌ای این تظاهرات‌ها توی شبکه‌های داخلی و خارجی، هر دوش مهمه و هر کدوم یک هدف خاصی رو میتونه دنبال کنه. داخلی خب بالاخره بازتابی پیدا میکنه توی جامعه داخل ایران، میتونه یه گفتمان ایجاد کنه به واسطه اینکه خب وقتی تظاهرات هست پس یعنی اتفاق داره میفته، شبکه‌های خبری مدام باید در مورد اون اتفاقاتی که داخل ایران هم میفته صحبت بکنن و خب این تو سر خبرها میمونه و شرایط جامعه رو انقلابی نگه می‌داره. توی خارج از ایران به نوع دیگه‌ای هست. داخل ایران ما شبکه خبری مستقل نداریم به اون صورت. بالاخره حتی هر چقدر که خبرنگارا بخوان مستقل و آزاد کار بکنن، دستگاه سرکوب نمیذاره که چرخش آزاد اطلاعات رو داخل ایران داشته باشن. خب وقتی که شبکه خارجی میان این کار میکنن، دوباره پوشش اخبار ایران رو ما داریم و به واسطه اون افکار عمومی غیر ایرانی با خبر میشن از واقعیتی که داخل ایران داره اتفاق میفته و نمیذاره دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی اون نرم جوری که میخواد نشون بده همه چی نرماله و هیچ خبری نیست اتفاق میفته. جدا از اون توی کشورهای آزاد و دموکراتیک خب دولت باید گوش بده به افکار عمومی. افکار عمومی هم از طریق شبکه‌های خبری خب طبیعتاً میتونن تحت تاثیر قرار بگیرن و آموزش پیدا بکنن و اونا هم بازخواست بکنن از دولت خودشون تا بعد سیاست‌هاشون رو در قبال توی مورد خاص رژیم جمهوری اسلامی تغییر بده. مورد دیگه این هستش که خب فشار به جمهوری اسلامی میاد. یک مثالی بزنم. خب ما هم آبان خونین رو هممون باش آشنا هستیم که چه اتفاقی افتاد. اینترنت قطع شد، توی 5 روز 1500 نفر رو قتل عام کردن و به قول خودشون خوابوندن قضیه رو، که خب بازم می‌بینیم همچنان اون بعد از قتل مهسا تجمعات زنجانی آزادی، انقلاب زنجانی آزادی در ادامه آبان بوده و در ادامه سال 96 به تبع. به باور شخصی من اتفاقی که این بار افتاد از بعد از مرگ مهسا امینی، اینکه هشتگ زده شد، مدام به انگلیسی صحبت شد در موردش، مدام ویدیوهایی ساخته شد به زبان انگلیسی که جمهوری اسلامی میخواد اینترنت رو دوباره قطع بکنه تا یک آبان خونین دیگه‌ای تکرار بشه. خوشبختانه ما شاهد اون نبودیم این بار. بله سرعت اینترنت قطع شد، توی بعضی شهرها کلا اینترنت قطع شد، بعضی جاها سرعت به شدت اومده بود پایین، دسترسی به VPN سخت شده بود، ولی ما شاهد این نبودیم که کلا اینترنت قطع بشه و یه حمام خون دیگه جمهوری اسلامی راه بندازه. خب این به نظر من تأثیری داره نسبت به اینکه تأثیر این هستش که ما در خارج از ایران هم حضور داشتیم و صحبت می‌کردیم. نه فقط فعالیت خارج از ایران در خیابون که سوشال مدیا هم طبعا خیلی تاثیرگذار بوده توی این مورد. خب به طبع این فشارهایی که ما در خارج از ایران میاریم، دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی رو هم داره تحت تاثیر قرار میده و اگر نگیم متوقفش میکنه، میتونه به شدت کندش بکنه. یک مثال دیگه ای که میتونیم بزنیم،
گروه همبستگی که تشکیل شد، اگر دقت کنید من یه توییتی خوندم در این زمینه، گفته شده بود که دقت بکنین از وقتی که گروه همبستگی زمزمه‌های تشکیلش به وجود اومد، جمهوری اسلامی یه مقدار حالت رفت تو لاک خودش، اونجوری که ما می‌بینیم الان دارن اعدام‌ها رو انجام میدن، اون موقع هنوز انجام نمیدادن. بله یه چند نفر اعدام کردن متاسفانه، ولی یه مقدار سعی کرد خودش رو نشون بده داره سازگار میکنه با شرایط موجود و مثلا میخواد خودش اصلاح کنه. خب این تاثیر گرفته و نشأت گرفته از حضور ما توی خارج از ایران بود و فعالیت‌هایی که ما داشتیم که دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی رو سرعتش رو کمتر بکنیم. مورد آخر چالش‌هایی که توی خارج از ایران برای برگزاری تجمعات ما داریم. مورد اولش اطلاع رسانی. گروه ما و خب طبیعتاً خیلی گروه‌ها و انجمن‌ها و شبکه‌های دیگه که خارج از ایران تو شهرهای دیگه دنیا هم به وجود اومدن بعد از این مورد زمان میبره که شناخته بشن. حالا نمیخوام به دید بیزینس نگاه کنم، ولی بالاخره به همینا برمیگرده به مارکتینگ. شما یه بیزینس رو هم راه میندازین، زمان میبره تا بشناسونینش به مردمی که تو منطقه داره بهشون سرویس میده. خب به طبع این هم خارج از این موضوع نیستش. شناختن این اتفاقات و این فراخوان‌ها به مردم خارج از ایران کار آسونی نیست و نبوده و طبیعتاً به کمک مردم احتیاج داره. یعنی با شیر کردن، با بازنشر کردن این فراخوان‌ها و مدام صحبت کردن باعث میشه که پخش بشه و این خلأ عدم دسترسی به یک شبکه‌ای که اعضای زیادی داره بتونه توش پوشش داده بشه. مورد بعدی که باید بهش اشاره کرد مشارکت مردمی. خب این مشارکت مردمی همونطور که صحبت کردیم در اول برنامه قشر خاکستری هستن. یه درصد که فکر میکنن خب بیایم هیچ تأثیری نداره و باید بالاخره یک گفتمانی ایجاد کرد با این افراد. کار یه روز دو روز هم طبعا نیست که بگیم چرا این اتفاق شدنیه، ولی خب باید به خودمون هم ایمان داشته باشیم. مورد بعدیش ترغیب مردم به مشارکت در تجمعات در دراز مدت. خب اتفاقی هم هست که به خصوص توی چند ماه اخیر می‌بینیم. مورد آخرش هم این پولی است که دولت آمریکا به ایران داده و خب خیلی‌ها دارن میگن ما اینقدر تجمعات اومدیم شرکت کردیم، اینقدر شعار دادیم، انقدر خودمون رو خسته کردیم، ولی جمهوری اسلامی داره کار خودش رو میکنه و انگار حضور ما، فعالیت‌های ما هیچ تأثیری نداشته. خب دوباره باید این بحث گفتمانی که با مردم هست شکل بگیره. یه سری آموزش‌ها باید داده بشه. طبیعتاً انقلاب کاری نیست که توی یک شب دو شب اتفاق بیفته و شرایطی هم که ما توش هستیم، ما توی دو سرعت نیستیم، توی دو استقامت حضور داریم. طبیعتاً اگر انتظار داشته باشیم که یک هفته، دو هفته، یه ماه، دو ماه به این نتیجه برسیم، خب این اشتباه هست. نکته جالبی هم داره که احتمالاً توی خودمون هم نگاه بکنیم متوجه میشیم در طول چند ماه گذشته به شدت ما خودمون آموزش دیدیم. یعنی به شخص خودم من فکر می‌کردم خیلی آدم اوپن مایند و با آزادی بیان اعتقاد دارم، ولی توی چند ماه اخیر متوجه شدم برداشتی که قبل از قتل مهسا داشتن در این زمینه کاملا اشتباه بوده. خب طبیعتاً همه ما 44 سال دیکتاتوری تجربه کردیم و زمان لازم داره که یاد بگیریم چطور به صداهای مخالف خودمون گوش بکنیم. طبیعتاً ما یک جامعه هستیم که صداهای مختلفی داره، فرهنگ‌های مختلفی داره، تفکرات متفاوتی داره و این باید قبول کنیم، باید یاد بگیریم که این زیبایی جامعه ماست. قرار نیست همه یک شکل و یک جور فکر کنیم، بلکه این اختلافات، این تفاوت‌ها به ما یاد میده که مشکلاتی که تو تفکرات خودمون داریم، خلاهایی که تو تفکرات خودمون داریم رو اصلاح بکنیم. مورد بعدی جذب حمایت گروه‌های سیاسی مختلفه توی تجمعات. خب دوباره برمیگردیم به مثال گروه همبستگی که موفق نبودش. بعد از اون می‌بینیم که یه سری افراد، یه سری توی فضای مجازی که حالا میتونن اشخاص حقیقی باشن، میتونن ارتش سایبری باشن یا هر چیزی، شروع کردن به راه انداختن یک دعوای زرگری و همه رو به جون همدیگه انداختن. دقت بکنیم در چند ماه اول کسی همدیگه رو به همدیگه لیبل نمی‌زنه که تو با اونی، تو با اینی، تو دنبالش فلانی.
ولی از یه جایی که جمهوری اسلامی متوجه شد که خب آره این داره خطرناک میشه، این تجمعات داره تکرار میشه، مردم دارن یاد میگیرن که با هم کنار بیان، این دعوای زرگری رو ما توی فضای مجازی دیدیم و به تبعش توی زندگی روزمره‌مون هم بیشتر می‌بینیم. بعد دوباره این گفتمان ایجاد بشه که ما فقط یه دشمن داریم و اونم جمهوری اسلامیه و بدون همبستگی، متحد شدن، یک پارچه شدن، بدون اینکه دست همدیگه رو بگیریم نمیتونیم این دشمن رو سرکوب کنیم، زمین بزنیم. مورد بعدی پوشش خبریه. خب طبیعتاً وقتی تظاهرات ها مدام داره تکرار میشه، اتفاقات دیگه هم در جامعه میفته. روی صحبتم بیشتر مخصوص پوشش خبری شبکه‌های خارجی غیر ایرانی زبانه، چون بعد از یه مدت میبینن خب بعد به موارد دیگه هم اشاره بکنن، در بالاخره هر جایی هست یه سری مشکلات دیگه هم در جامعه هست، خبر دیگه هم هست. متأسفانه نمیتونیم به اون صورتی باید و انتظار داشتیم در اوایل جنبش پوشش خبری رو از اونها بگیریم. و مورد آخرم که یک جوری برمیگره همون سایبری‌ها یا افراد دیگه، حمله گروه‌های مخالف است که به جای اینکه همراهی بکنن یا نهایتاً بایکوت کنن، بگن آقا این فراخوان هست و من شرکت نمی‌کنم به این دلیل به اون دلیل به ازای یک دلیل، شروع می‌کنن به حمله کردن که نباید در این تظاهرات شرکت کرد به خاطر این به خاطر اون، و شروع می‌کنن مجدداً به لیبل زدن که طبیعتاً هیچ کسی از این نفع نمیبره جز جمهوری اسلامی. مرسی.